سلام. امروز اومدیم با آموزش استایل خیس که خیلی باش مشکل دارن و نمیدونن که چجوری باید استایلش کنن. قبل اینکه بخوایم موها رو استایل کنیم حتما باید موها تمیز باشه یا قبل شسته شده باشه و اینکه رطوبت داشته باشه، حداقل 20 تا 30% نم داشته باشه، موها خیس نباشه جوری که حالا آب ازش بچکه. استایل خیس ما میتونیم تو چند تا حالت مختلف اجرا کنیم، یعنی هم نچرال باشه یا به اصطلاح طبیعی باشه یا نه خیلی مرتب و شسته رفته باشه. قبل اینکه بخوام شروع کنیم از دو فاز استفاده میکنیم. من از دو فاز افشی استفاده میکنم. قشنگ تمام ساق مو آغشته میکنیم به دو فاز. بعد اینکه تمام مو رو آغشته به دو فاز کردیم حالت دنده استفاده میکنیم. من از حالت دنده 0.2 نیشمن برای این استایل استفاده میکنم، چون که هم یه حالت شاین و براقی بالایی به مو میده و هم فیکساتوری خیلی خوبی داره. حالت دنده رو بین موها ماساژ میدیم که تمام تار موها آغشته به حالت دنده بشه که بعد اینکه استایل مو خشک شد حالت مات نگیره، چون این استایل شاینه که حتما باید حالت براق داشته باشه که تو حالت عادی احساس کنیم که موها خیسه. با دستتون به موها جهت بدید، سعی کنید که به ریشه حالت دنده نخوره. بعد میتونید حالا هر جهتی که خواستید موهاتون رو با دست اول حالت بدید. این حالت میتونه یه حالت نچرال به موهاتون بده، یعنی یه حالت طبیعی، انگار که هیچ شونه کشی انجام نشده. برای اینکه حالا موهامون یه حالت مرتب تر بگیره میتونیم از شونه استایل هم استفاده کنیم، یعنی بعد اینکه حالت دنده رو زدیم رو اون جهتی که میخوایم حالا فرق داشته باشه یا کلا بکوارد باشه مدل، رو به عقب استایل کنیم موها رو. حالا میتونیم استایل های مختلفی هم انتخاب کنیم، یعنی میتونیم هم فرق باز کنیم، میتونیم فرق باز نکنیم، میتونیم کلا رو به عقب باشه، حالا میتونیم فرقمون بالاتر پایینتر باشه، بسته به نوع سلیقه خودتون داره. خب بعد اینکه به اون استایلی که میخواستید با شونه کشی رسیدید، میتونید یه لایه خیلی نازک روش حالت دنده بزنید. از همون حالت دنده‌ای که حالا استفاده کردید، هر برندی که داره، میتونه ردوان باشه، میتونه نیشمن باشه، دورش باشه، آگیوا باشه، فرقی نمیکنه، یه حالت شاین بده. یه لایه خیلی نازک بزنید. بعد با سری دیسپانسیر از خیلی دور فاصله حالا 10-15 سانتی که سشوار به مو برخورد نداشته باشه خشکش کنید کامل که تمام نقاط مو خشک بشه. بعد چند دقیقه که مو خشک شد با یه فیکساتوری، حالا میتونه هر فیکساتوری باشه، ترجیحاً شماره 5 و 6 باشه که فیکساتوری بالایی داشته باشه، موها رو میتونیم کامل فیکس کنیم. و در نهایت شما یه استایل شاین و براق دارید.